جانو مستقيت شو شیشتن نجیره سعی کرید. سلام علیکم عزیزان، خوش آمدید به یوتیوب چنل ما. انشالله که خوب و جور و صحتمند باشیم با فامیلای عزیز و دوستای نازنینتون. دیگه امروز یک بلاگ نو که ما پلان داشتیم بریم، بسیار وقت میشه میگفتیم بریم یک جای بیرون بریم نان خوردن یا یک چیزی، اما تو بیرون رفتن نمیشد چون ایمان جان در مکتب سوفیانک خورد بود. کوشش میکردیم که کمک گلان شد، من زیاد خوشم نمیاد، اشتک نارام میشه، سر صدایی چیزا دیگه. حالا ماشاءالله اوقات شده که بریم بخیر. امروز پلان داریم. من تقریبا تیار هستم، یک از بلوز مالش میکنم، شوهرم تیار میشه، ایمانی شوهر گرفته تیار است، سوفیانی هم تقریبا تیار است و طفل باز تبدیل کنه دیگه. اینه تو دوستان رخصتی های مکتب ها شروع شده دیگه. ایمان جان خانه است، ایمان جان خانه است دیگه. صبح وقت بیدار میشیم و سوفیانی خب ماشاءالله شب وقت نوه خواب میکنه، نیم بجه شب خواب میکنه تا نیم 10 بجه صبح. ماشاءالله آرام است شب در طرف خواب دیگه. ایمانک ماشاءالله میگه رخصتی خیره ماما تا 11 بجه بشینیم دیگه. ایمانک تا 11 بجه بیدار میباشه، با صبح میم 10 بجه بیدار میشه دیگه. خب است دیگه رخصتی ها میگذره دوستا. شوهرم دیگه روزا کار است، همین روزای ویکند در خانه میباشه. نه که هوای خوب باشه قدم زدنش طفلا رو میکشم، هوا از خاطر هوای آزاد تازه میگیرن میکشمشن. دیگر روز رو رفته بودیم، پری روز هم رفته بودیم دیگه. امروز پلان کردیم که باش بریم بیرون دیگه. در جریان هستین دوستا، حتما میبینین کجا میریم، چی میکنیم، چی دونیم. انشالله حتما در جریان هستین. بخیر ما تیار شده برآمدیم، طرف موتر روان هستیم که در موتر بشینیم. ما تیار شده بینه تا اینه باش که ایمان جانه نشان بدم براتون. السلام علیکم. اینجا سوفیانی من که زد خدا خراب موتر کشیده. خدا مشاورم یا از توشتون یا دیگه ما روان هستیم که بریم موتر خدا بخیر بگیریم. واو ایمان جان you look nice. چی میگادم؟ کس بگویا you look nice. Thank you. Don't be mean. Hi Sufijini. You look handsome too. MashaAllah. بطای خدا چرا کشیدی جانا؟ Why are you holding it? ها جانا؟ میگه روان هستیم کجا میرسیم، سرحد ما کجا میرسه تا حال خبر نداریم. شوهرم آمد پدر نگاه دیگه سرحد ما کجا میرسه او رو نمیفهمیم. مقصد برآمدیم دیگه. امروز روز ماست که پدر جان آمد. شوهرم همیشه میگه که شما خانوما تال میتین، من خود تیار میکنم، مشتکار تیار میکنم. ما وقتا شدم شوهرم از ما کده پهسانتر آمد، دیرتر. اینا رو فکر کنین خود تیار کردن، اولاداره، همه چیز بازم. ثبوت که آخر آمده. خودت آخر آمدی. داره پیش کردم کلگینا رو بسته کردم در فارا ششتم. چی؟ خیلی بیرون چرا میری نان خوردن که ظرف ششتی جان؟ در فارا ششته. الله خدایا کاش که بنی ششتی که من میگفتم به چی مزه میده. مزه سو برم؟ اوکی. رفته بودیم در رستوران ساوت هال. باور کنین گوشتش مرا یک هفته دیگه من مریض بودم، دل درد بود، گوشتش چندان گوشت نبود دیگه. ساوت هال خونه میریم یک میفهمم دیگه. باش دیگه کجا شوهر میگه ما دیدیم دیگه، باش که کجا میریم. در جریان هستین انشاء الله. سکنین دوستا، مرا شوهرم اینجا آورده به نام از این که یک جای دیگه دورتر بود، به نام از اینجا آورده که اینجا کالا همه چیز است. یعنی مرا که اینجا آورده یعنی میخری برم. اما تو ما نداره نه؟
جو بتینا سایل کنی اخو که چی؟ که چی؟ او تو خدای دانه تو سایل کنه بیتارم حتما به خریدن آوردین مرا دوستا خوب بازارک است نزدیک خانه ما فقط دورم نبود رستوران چی شد؟ رستوران داد من خلاص رفتن گفت کاکر فامیلی میایه ما رفتیم اینه افغان گریل اوکی اینه دوستا نصد شوهر مرا آورده اینه شما شاهد هستین مرا به بانوی از اینجا از خاطر آورد که دوکاناست بکرد یعنی هرچی سر هرچی دست موندم برام میخره چکه تو تیر خدا میارش تنها شوهر من ترست یا شوهرهای شما من ترست یا گپ میزنن باز در سرشان آمد باز تیر خدا میارن سیک سیک خندگه کار از بغل معلوم میشه میبینی جیگر مادر خواه بود او مصدقی شرکم مانده خواه کرده دوستا دیگه رسیدیم بش که یک جای پارک پیدا کنیم باز انشالله در جریان هستیم دیگه دوستا داخلش آمدیم حالا خوبش از ما سرمیز شدیم چون سوکینک در لکشه است اونجا یک جای بسیار مقبول جور کرد اینجا سیکن چقدر مقبول جور کرده تو مقبول است Hey, it's new Dora. Let me eat some cool adult Afghani food. دیگه باش ببینیم کی چی خوش میکنه چی میخوره I don't even like anything here. نه دیگه نه آدم میخوره بچه Look, I'll put the kids one, I guess. کس میل چی داره؟ 6 nuggets سیکس and chips. ناگتس and chips ایمان جان اینجا آمدی او خدا هر جای خورده میشه افغانی رستوران آمدی برو ایمان چیپس and ناگتس میخوره میگه ام نوت کید بابا کلوان میگه جیده چه چطوره؟ جانم And then I'm gonna drink full up for today. چه آها اوکی اون کباب افغانستان یا دیگه خوش است We live in قابلی میخوری؟ قابلی خود خانم جور کردم همون کباب بودم Una vez. نیمه کرایی برای اینم بخرم نی فهمیدم نه من نمیخورم خودت میخوری بخور من نمیخورم من اینی بسیار خوشم و بسیار مقبول جور کردم بیوتیفول ماشاءالله اوکی دوستا تا حال خوب جایش خوب شست خصوصا اون جای یک مثال من بسیار خوشم آمده خالصوز که سفیانه که خواه برده در یک شام هست در خاطر نکنیم که گفتیم باش که نارام نشه نمیجه میشینیم سر جا که نزدیک باشه نان ایمان جان آمده اونمو که شما میفهمین هر کس که طفل داره هرچی گفتیم کدام نان افغانی بخونی چکر نه نگست thank you so much thank you دیگه از ما کباب ما آمد دور از دلتان چیزای دیگه آرام آرام دیگه پسند دوستا از رستوران برآمدیم ما چیم کار داشتیم از بینیم افتاده دیگه کار داشتم راستی آمدم دهی که چقدر خوش در سر از اینجا پیدا کردم همه تو نازکک و سمپلک پیدا کردم گرفتم اینجا کش میگیره شوهر رفته کش بکشه دیگه ایمان سفیان اونجا باش میگردیم بازارا رو براتون نشان میدم باورتان میشه که این ماندن است فکر میکنی افغانستان مانده ای آدم میگرده
میکنه که رو میکنه جانا پیشترک گفتم باورتان میشه که انگلیس بود واپس میلنا ریپلیس کرد یا اینجا بیخی دیگه یا کمک بیخی دیگه چی واریس بازار پیکاپ بازار لوزه مریم Jana itu saya halo baby fan no I don't think so they have it imagine baby fan now was 1 year should they don't have it yet cotton candy huh? Can we get cotton candy? Yeah, this kind Hadi çarşıda. Ne takılış mıydı? Ya darım çıkın. Ya kazıyor da var. Sorry. یگان چیزکا گرفتیم با خودم با دوست فامیلام چون پاپا جانشون به افغانستان میرن یگان چیزا روان کنیم دیگه از خاطر گرفتیم یکی به صوفیا نکم گرفتیم یکی پدرش گرفت یگان چیزای مهم کار بود گرفتیم دیگه درست شست روان است پیش اینجا جیگر مادر است این جیگر دیگه است را روان هستیم هنوز هم دمی سرکا میکردیم حالا جانه یک بوتلاو بگی که بسیار تشنه شدیم یک بوتلاو بیارید از خیر سرد سبا صوفیا نیمه بخیر هفت میشه دیگه من فوتوشوت دارم سبا بخیر که عکسکایشو بگیرم که اما تو خاطره بانه که کلان شد با سیل کنم دیگه تا حال نمیفهمم که چی رقم کنم دل من هست که چون نان خوردن شروع کرده ماشاءالله یک ماه میشه 6 ماهگی بود شروع کرده بود کیله بسیار خوش داره شیرین هم از مزه داره دیگه همراه کیله بنانا احمر نشته کنم کلگاکای زرد بپوشانم و تو هفتکایشو بگیرم که هر رنگ داره خدایی امی زرد رنگ نداره دیگه من باید یک جوره کلگاکای زرد به بچه خود بگیرم دوستا دیگه در جریان هستن میبینین حالا به شوارم کرده ایمان جان داخل رفتن یک بوتلاو بیارن که بعد رقم گرم شده اگه هفته و نیستم اگر هوا گرم است هفته است دیگه هفت یک بوتلاو بیارن او نوش جان کنیم که امی خستگی رفت شوه ای بچگه که مسابقش خراب است جانو اوه مستت قید شو شیشتن ازی رسایی کریم بسته کده میره هیچ خوشش نمیه بسته میکنیم حال میکنم مثل که باشه آزاد و صوفیانه که ما یک عادت هم داره اشتکای دیگه یک کمک شور میخورن و شور بخواه تو اینی تفلکم جایشان شور نمیخوره برش دیگه تا که کمک مشارک دیگه میشوه که باز خدا سر چی پس کنه و چیز داره که باز زور که بستهش کنیم حال خوابت مانده میشه هوام گرم است که اگه بستهش کنم باز فقاکش تنگ میشه از او خاطر دیگه بسته نمیکنم خب میبخشید میشنوین دیگه اردو افغانی پنجابی هر یک زبان اینجا شما فکر میکنین ما در انگلیس هستیم اگر اشتباه دیگه چی میگفتم بله دیگه اینو میتونم پر دوستا تم کارای ما شده دیگه طرف موتر روان هستیم یک بوتل شوهرم بیاره
ایمان جان خامد گرفتیم دیگه ما سوتنی هستیم شوارم بیاید دیگه بریم اول نوش جان کنیم طرف موتر بریم یگان چیزایی بگیریم باز انشاءالله بخیر جریان هستیم دوستان از ما شوهرم و سرما دل سوختانده میره طرف یک شهر دیگه از نزدیک ما 1 ساعت دور اونجا هم شریخ هست هم آیسکریم هایی که در افغانستان رو باشن رقمی در تیک تاک دیده بودیم دیگه باش که بریم جوارم چی میگه را بنده چی میگه امیر صبح نریم گفتم نه امیال در شو مزه میده میگه خیلی زبا شو میبره دیگه که حالا آمدیم میگه روز بریم بخیر تنها شوهرم هست یا شوهرای شما هست اول دل تنها میکنه باز یک گپا میکنه میگه من قاعدش کلگیش خراب شد بس بیچاره تشویش فکرکش رفت پیشانی خودم میخوره تیک تاک یک روز دیده بودیم یک جای به نام جای هندنس کابل شیریخ دیده بودیم گفته بودیم باز یک روز میریم دیگه امروز روز چکرهای ماست برآمدیم چند بجه شب است اینا 15 کم 8 است 1 ساعت است من شهر ما که دور است آمدیم اینجا کلگی ما الا بلا که پارکینگ می پیش را پیدا کردیم میریم بخیر که ببینیم چی است چطور است چطور نیست بیدار شدی جانی تو صدقه جانی مانی اینا روان هستن دیگه دوستا اینجا خوبک خوب جای است منطقه یک است این داخلش چطور مقبول است شوهرم جان شریف اوکی عشبه برای خوب است خیلی مقبول جور کرده مزه شیریخ هنوز ندیدیم جایش خوبش است مقبول پاک صفا سوتره اوکی دوستا دور از دلتان چهرهش خب بسیار مقبول معلوم میشه اوه صدقه شو این بچه ما دیگه چی کنیم گفت نمیخورم که از این میخواست سنگ It's pure garnish. It's pure rubbish, of course it's rubbish. You just said Yum. بس too much ice cream. It's too cool for him. صدقه عزیز شو دل ما رسیدیم 9 دقیقه 9 بجه رسیدیم تا پارک کردیم دیگه روان هستیم طرف خانه خود اینی روزه که خورد کوتاه ما بود که امروز روز بیرون گفتیم بگذرانیم نان بیرون دور از دلتان شیریخ تا بیرون که فامیل خود رفتیم گشتیم یگان چیزکم خریدیم با فامیل و دوستا و با خود انشاءالله که شما هم رخصتی خوب داشته باشین ما اینت صوفیانه که ما بیخی بلد شده که صدای روز خوب بود گذشت خوب جای خوب رفتیم خودت چی میگی؟ گفتنی داری؟ نه ساعت دیر شد؟ نه چرا؟ خوب بود خوب بود؟ نان خوب بود گوشتش از ساوتال کرده خوبش بود از رستوران خوبش کرده بود دی؟ نه از این رستوران وقت یاد باشه چی که بودی
سر سفیان کاملا بودی برات آورده بودم. یا خیر وقت گفته بودی خوش آمده که بریم بس. نه خیر ببینید، تشکر. خداوند کم نکنه و هر شوهری که به خانم اولادای خود میرسه. ما دوستان عزیز ما رسیدیم خانه دیگه عزیزان. انشالله که شما هم خوب جور صحتمند باشین، روزای خوب بگذرانین، خوش باشین، آرام باشین با فامیلا و دوستانتان. دیگه باز در جریان هستین با ولاگای ما. دیگه باز حتما میبینیم که کجا میریم، چی میکنیم، چی نمیکنیم. دیگه اگر ویدیوهای ما خوشتان میایه لطفا سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین. دیگه باز هم یک جهان تشکر از اینکه ویدیوهای ما را میبینین. خوش آرام باشین هر جایی که هستین.